دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 5 نوامبر سال 2025 ما قرار داریم در بینای اساسی بانک دوشنبه سیتی. امروز ما مبلغ‌هایی رو که اعلام کردیم برای خیریه، برای کمک و دستگیری به شخصی بسیار با معرفت، شخصی خدا دوست برادرم اکای قربان علی و امروز ما مبلغ‌های جمع شده رو از بانک گرفته به اکای قربان علی میتیم و این نوار رو به شما پیشنهاد میکنیم اویدی که یگان دودلگی نشود، یگان شبهه نشود که ما یگان تنگه این کس رو خوردیم. در نزد ما کارگری بانک شدن و حاضر من کارگری بانک پرسان میشم، التماس میکنم گویند که از کدام روز تا کدام روز چقدر مبلغ وارد شد و یگان کس از همین مبلغ پول گرفته است در این دوره یا نیست. از حالتی کشاده شدن چنین صورت حساب بانکی، در این صورت حساب بانکی تا همین روز 27237 سوم و 23 درم قرار دارد و تا همین روز یگان مبلغ از این صورت حساب گرفته نشده است. همدوران از من کارگری بانک است. کارگری بانک ولی شاهد بسیار است، نگرفتیم چون که بسیار گپ‌های بیزه بسیار شد. برای چی کارتای خودش رو نموندید گفت؟ من حاضر میگویم برای چی کارت نموندید؟ شما کارت بانکی دارید؟ ما در یک قشلاقیم یک مملکتی چک کردیم وجود ما در صورت حساب خیلی ترای برای اومده. از دوشنبه چند کیلومتره؟ 120 کیلومتر. همدوران عزیز بعضی ها گفتن چی به تو کارت خودش رو نموندی؟ شبهه شد نسبتی من نشونیدید دور زندگانی میکنه تا اومدن رفتن نشد 200 سومون در کار که این فقط روح که رو کرده رود. اکای قربان علی من این مبلغ ها از آن شما آشی جانتان شود چی گفتنی دارید؟ ما همه گفتنی هم که من در عمرم همه قپلا در دستم گرفتگی نبودم. همه کسی که دمه یوردم کدای ما ایوای مینداری کلان ایثار میکنیم. عمرشون دراز شود، 1000 ساله شوند با عید دولتشون زیاد شود. این مبلغ رو عبونچی های گروه انگور و باغ، گروهی است که در اونجا فقط جوان مردها جمع شدگان با شما توفه کردن، جمع کردیم. انا مقدار مبلغ 27237 سومونی بود چند تنگه دیگر رو شما این رو پول رو گیرید در زندگیتون صرف کنید، برق رو برقرار کنید، در زمستان کومور و هزوم خرید، خوراک خرید، همسرتون رو توبت کنید. حاضر من هم صحبت شدم، همسرشون از سبب پول نداشتن از بیمارخانه خانهشون بردن، هم خیلی گفتید با من ما پول دادیم، دارو دوارو رو خرید، همسرتون رو توبت کنید و بیگذار از خوبی که شما که نادر هستید و با خوبی میکنید دیگرها یاد گیرند و همین خیلی دلی قلب های ما با یک دیگر گرم شود. من از نام خودم و از نام اکای قربان علی از با همه شخصان با همه آدمانی که اشتراک کردن در همین جمع پول، با همه شخصانی که با یک سخن نیک، با یک سخن نغزشون ما رو الهام دادن، طبعا ولیده کردن که کار خیر میکنیم، تشکر بی پایان اعلان میکنم، اظهار میناداری میکنم. خدا همه شما رو در پناه خودش نگاه دارد. هرچند که باز شخصایی بودن که گپ‌های تحقیرآمیز گفتن، گپ‌های نهایت گنده گفتن و نسبت به شخص‌ها حضرت بیدل گفته است که بیدل تو میانگیز گفتار رقیبان غوغای سگان کم نکند رزق گدا را. ما هم از غوغای سگان نترسیده و پیش می رویم. برای بهبودی تاجیکستان کوشش میکنیم، دست به دست می دهیم به یکدیگر، چون که اگر به یکدیگر دست به دست دهیم از بین ما دشمن نمیگذارد. اگر دست به دست ندهیم یکدیگر رو دستگیری نکنیم بینمون رخ نمیشود، دشمن میگذارد. همزمان من با بانک دوشنبه سیتی اظهار میناداری بیان میکنم، چون که خودی روبرتش در این بانک در این جمع‌آوری مبلغ اشتراک کردند و یک حادثه شد که پیشگیریشان هم دوشنبه سیتی هم شد. حادثه چی شد؟ یک ماشینی که یعنی که قلاب با من با تلفن رقم زنگ زد، رقم تاجیکستانی بود. باز این روسی پرسید که همین
مبلغ جمع کردید برای ترانسفورماتوری برادر قربانعلی. گفتم بله. گفت که چند پول جمع شد؟ مبلغ بسیار در کار است. من گفتم خیلی 25000 در کار است. گفتم ولی جمع 15000 جمع شده است. گفت که من حاضر 6000 میگذارم. من در توحید بانک شدم. همین گپ رو گفت لعنتی حاضر میگذارم. با من 6 رقمی که با شما اس ام اس میبیاید حاضر گفت روان کنید که من هر چیز زودتر این پول رو روان کنم. من همین پول 6000 رو شنیدم و زمین کت و چی شد که این 6000 رو من گیرم سری من الکی درباره ماشینی که درباره قلاب ها فراموش کردم و درباره مغزی سری من هر چی تیزتر 6000 رو گیرم اخی قربانعلی کمبودش رو بود کند. این بود مقصدی من که با اخی قربانعلی کمک کلام میشد و من 6 صفر رو گفتم. گفت که باز یک اس ام اس دیگه میبود 6 صفر دیگر وشم گو که در تگ اس ام اس نوشته شده بود از طرف دوشنبه سیتی که شور شوید که شما با ماشین یک سر و کار دارید. من هوش در سرم زد. پسرم شتگی بود و هم یادآور شد که پدر این قلاب است. گفت این خیلی پول نمیگذارم که در هوش خودم اما زد. من خودم میدونستم این کار رو. هی گفتم من به تو لعنتی نمیتیم این صفر رو که خاموش کرد گوش رو. برای همین من مینادور الهیدای خود رو با دوشنبه سیتی اعلان میکنم و باز گفتنی هستم که راهبری برقی نوحیه رودکی برادر مسرور زنگ زد با من و با عهده گرفت که ترانسفورماتوری شما رو رفته برقرار کرده میدید که شما از اینجا خیسر رودکی میروید پیش مسرور. خدا خواهد کار شما رو بود میکند. جوان مرد است. باز یک شرکت دیگه هم گفتگی که اگر نشود ما هم میکنیم. خیلی کن فقط این در دست خدای تعالی در دست صاحب پول است. همداران عزیز این بود تاریخی اعلان نمودنی خیریه برای یک قربانعلی جمع آوردن مبلغ و دادن مبلغ. دیدید که یک تو تنگه اخرانش دادیم هرچند که بسیار گپ‌های گنده گفتن. دوستان عزیز انتقال مبلغ جمع آوری مبلغ برای یک قربانعلی با آخر رسید و همه شما میناداری خود رو بیان میکنم دیگر پول نپرتوید. در پناه خدا باشید. با یکدیگری دوست باشید. اتفاق باشید. چخیلی که جناب عالی ما میگویند پیشوای معظم ما میگویند دوست باشید. اتفاق باشید. با یکدیگری دست به دست داده روید. چخیلی که ما میبینیم خودشان مهمانان را قبول میکنند دست به دست هستند. یعنی که دوست هستند. اتفاق هستند. در پناه خدا باشید.